این بحث بود، قبلا هم بود، چرا خودی منطقه نمیتواند به هم بیاید. مثلا اگر ما با تاریخ همگرایی منطقه سرانی منطقه اگر متوجه شویم، میبینیم سال 91 هنگام پراکنده شوی اتحاد شوروی ابتکار از نظربایف بود، نورسلطان نظربایف، که دائم میگفت ما یک منطقه خاص هستیم، یک منطقه هستیم که یک بازاری کلان داریم، در آن دوره 40 میلیون اهالی است، میگفت که ما میتوانیم خودمان را تأمین کنیم. و در همین زمینه مثلا بعدن که جنگ های تاجیکستان پیش آمدن و گفتن که امکان ندارد که منطقه از مد نظر دور ماند و ما باید همدیگر را دستگیری کنیم، یعنی یک موقع عمومی داشته باشیم. اما بعداً بعضی کارشناسان به این نظر هستند که منطقه را کشورهای ابرقدرت نمیگذارند که در تنهایی باشند.